صنعت موسیقی استرادی که متاسفانه از حضور بنام سرایندگان استرادی در تاجیکستان فقط نامش مانده است و خلاص یک بخش بزرگ فرهنگ هر کشور را تشکیل می‌دهد. در نظر اول نمایندگان صنعت استرادا را جوانان تشکیل می‌دهند، یعنی جوانان دلبسته این نوع صنعت در جهان هستند. در تاجیکستان هم چنین است. صنعت استرادای تاجیک را اکثرا جوانان نمایندگی میکنند. عنعنه شده است که آوازخوان‌های ما ترانه‌های به قول کاغذپیچ خود را در عرفه استقبال از یگان جشن نشر میکنند، زیرا به این مناسبت تلویزیون و مرکزهای سرود ثبت کنی به نواربرداری آغاز میکنند. مخصوصا در عرفه استقبال از سال جدید که همین چند روزه که بعد فرا میرسد، آوازخوان‌های ما در نشر ترانه‌های جدید خویش فعالند. قلبم عاشق شیدای شیدا شاد و مستانه وقت نستی زندگی سیاه دنیا ویرونه اوچوکن چای اشتاق گرمه شای پرمه مانو دخو گرمه بگاهی شید غوطی غوطت کنمه پگاهی مندل غوطت کنمه. خوب است که آوازخوان‌های ما هر جشنی را با ارمغان میخواهند استقبال بگیرند، ولی در نوبت اول باید سر آن اندیشید که چه ارمغانی را به مردم پیشنهاد میکنیم و آیا ارمغان سرودی که پیشنهاد میشود شایسته سرودن هست. وقتی که ما گروه را تشکیل نمودیم در وزارت فرهنگ یک ولی جان عزیز و غالب جان یوسفوف سازمان دهندگان گروه هنری زمان مشهور احسان میگویند که ما وقت دسته هنری خود را تشکیل کردیم که از جانب نهادهای دخلدار مناسبت در مسئله نظارت متن سرودها جدی‌تر بود و اگرچه ما گروه هنری شخصی بودیم ولی حتما هر متن ترانه‌مان را از نظر نهادهای دخلدار میگذرانیدیم. فکرم حاضر آسان‌تره ولی جان حاضر آسان‌تر شد. راستی گپ وقتی که ما گروه را تشکیل نمودیم در وزارت فرهنگ یک شعبه مخصوص داشت که اونجا سرود و آهنگ و متن را از نظر میگذراندند. شعر ما اگر مطابقت نمیکرد یا آهنگ اگر مطابقت نمیکرد یا ثبت کلیپ اگر مطابقت نمیکرد میگردوندند. شروع بدهی بله طلبات بسیار سخت بود. کوشش میکردیم که با شاعرها همکاری کنیم، با آهنگسازا همکاری کنیم. و وقت باز اینترنت رشد کردگی نبود. همین مناسبت نسبتاً جدی نهادهای دخلدار در مسئله انتخاب متن ترانه‌ها باعث شده که عنقریب تا سالهای 2007-2008 در جدای استرادای تاجیک ترانه‌های به مضمون و خسکی کمتر پیدا می‌شدند، ولی با وجود آمدن اینترنت و در زمینه آن با وجود آمدن پورتال‌های نشر سرود و نوار باعث شد که کنترل یا خود رشته نظارت مضمون سرود سرایندگان از دست نهادهای دخلدار بیرون شود. هرگز نکنمت یار بچه‌ای دریاباد هر کس مرا خریدار طلبگاری ما بسیار بچه‌ای مردک میگی تابان هیئت نظارت مضمون و محتوای سرودها در وزارت فرهنگ و در زمینه انسامبل و گروه‌های هنری دولتی موجود است و خلاص. همین است که آوازخوان‌های مستقل فعالیت کنند در این سمت هنوز به نظارت باقی میمانند و هر چی که پیش آمد خوش آمد انتخاب و آهنگ بسته سراییدن میگیرند. اگرچه چند سال پیش وزارت فرهنگ خبر داده بود که من بعد این روند را جدی نظارت میکند، ولی تا حال سرایندگان در مسئله متن سرایششان اختیاری اند و مستقلانه در این سمت کار کردنشان خود شهادت آن است که اکثریتی از آنها مهارت انتخاب متن سره و از جهت قاعده های شعری به طلبات جوابگو را ندارند. حوثی بسیار وای وای از عشقش دلکم بیماره.
مدرن ساختن سرودهای آوازخوانهای پیشین که از اشعار شاعران بزرگ سرچشمه میگیرد از جانب آوازخوانهای امروز مشاهده می شود، ولی اکثریت همین گونه می اندیشند که امروز نمی شود با غزلهای شاعران پیشین سرودهای زمانوی ساخت. همین است که با وجود زیاد بودن غزلهای بزرگانمون آوازخوانهای ما از شاعر و ناشاعر متن میخرند و به قول خودشان سرودهای زمانوی میسازند. متاسفانه امروزها تعداد کمی سرایندگان ما این جنبه مسئله را مد نظر میگیرند و حتی برای اکثریت مهم نیست که شعریت متن ترانه‌شان تا کجا میتواند صاحب تناسب و صاحب وزن و صاحب ردیف و صاحب قافیه باشد. مشکلاتی در این سمت جدی‌تر بازخوانی‌های بی‌موقع و با متن‌های تاجیکی تهیه کردن آهنگ‌های خارجی است. شاعران ترانه‌نویسی ما سرودهای خارجی را برای ترانه‌نویسی از سرایندگان استرادای تاجیک فرمایش می‌گیرند و آن را شنیده در هوایش متن تاجیکی می‌نویسند. گاه می شود که کلمه‌های ناب تاجیکی در هوای آهنگ‌های خارجی نمی‌گنجد و ترانه‌نویسان می‌کوشند که به قول یک بلا کرده واژه‌ها را گنجانند تا جیبشان بپیسان نماند. آخری کار همین می‌شود که در نتیجه شعر از تناسب فرسخ‌ها دور و با واژه‌های ناسفته روی کار می‌آید، در حالی که سفته نویسی جزء اساسی سرود نویسی را تشکیل می‌دهد. که باز آموخته میشم جوان نارنجی گلم رخسار نارنجی. خوشبختانه در رادیو و تلویزیون دولتی انقریب ترانه‌های پست مضمون نشر نمی‌شوند، ولی اینجا دردی اساسی در فعالیت آزاد و بی‌ممانعیت سامانه‌های سرود نشرکنی اینترنت است. هر کی با هر شیوه و با هر متنی سره و نوسره سرود و نوار می‌سازد و نشر می‌نماید. در تاجیکستان جهت معرفی کردن هنر و مهارت آوازخوانی شرایطی بدون سنزور مهیا گشته است، ولی این شرایطی فراهم شده معنای آن را ندارد که آوازخوان‌های ما بالای معنی بلند و صنعت آوازخوانی پا بگذارند. سرایندگان جز نشر ترانه‌های ماندگار نمی‌توانند هیچ اقدام ارزنده دیگری را بر دوش داشته باشند، زیرا هر کی را بهر کار مشخص آفریدند. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.